بارزترین مثال خون مطهر ابا عبدالله علیه السلام. امسال چه تلاشی کرد دشمن که شاید بتواند رونق محرم رو کم کنه، نتوانست. عکس شد، به عکس اون چی که او میخواست اتفاق افتاد. امسال محرم و دهه عاشورا از سالهای قبل گرمتر، پرشورتر، پرمعناتر، معرفت برانگیزتر از همه سالهای قبل بود. این کار خداست. اینی که حادثه کربلا که در یک بیابان در یک نصف روز تقریبا یا در یک روز انجام گرفت، این اینجور در تاریخ روز به روز بیشتر اشتعال پیدا کنه. عشق حسینی مسلمان و غیر مسلمان نشناسه. شما الان میبینید فرق مختلف مسلمان اظهار عشق میکنن به امام حسین، غیر مسلمان ها مسیحی، زردشتی، هندو. این راهپیمایی اربعین رو شما مشاهده کنید ببینید، اینا همه نشان دهنده ارزش‌گذاری خداوند بر روی شهادت و خون شهید و راه شهداست.